استاد جان من با قریبی یک آقای امر معروف گوش کردم میگن که وقتی که فتح پوشیده تویده نکاح بریده میشه یا طلاق میشه باید که ایسا نکاح یعنی حقیقت داره. خواهرم فتح پوشیدن گناهی کبیره است بین مردها اگر پوشیدید. این رو یقین اولا بدانیم. بین مردها زن با حجابش باشد هم وقت فتح های تنگ پوشید همون کاسیتون عاریتون معیلتون ممیلات است. هر دختری که حجاب داشته باشد هم بین زنها و بین مردها فتح های تنگ پوشید وی به گناه کبیره آمیخته است. وی توبه کند. با گناه کبیره آمیخته شد او در همان یکم شب تویش، اما نکاح بریده نمی شود. کسی که نکاح بریده می شود یک طلاق می افتد. گفت نمیدونم دلیلش چی است، اما از اون چیزی که از من پرسیدید نکاح بریده نمی شود. سلامت باشید. خواهر آسیه شما؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. یک چیز را پرسیدنی بودم. همین وقتی که آدم زده مثال در آب در یگان جا زده میپرد یعنی آدم دنیا میگذره آیا همه در شهید داخل میشه؟ و انسان چگونه انسان بود این رو باید بدانیم. و چه خیلی انسان بود برای چی زدندش این رو باید بدانیم. یعنی هر کسی که شرطه خورد و در آب مرد او رو شهید گفته نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و آله غریق شهید یا حریق کسی که در سوختار مرده است، کسی که در زمین لرزه مرده است، کسی که از وبا مرده است، کسی که غرق شده مرده است شهید گفتند. اما مثلا بعضی ها هست که در وقتی مردن ظالم بودن یا بعضی ها هست که شرطه خوردن به خاطر اینکه خودشان مشکلی داشتن خودشان سر کردن. یعنی دو طرف رو باید فهمیم چرا این رو زد و سبب چی بود. یعنی این مسئله قضاوت است که کلا یک قضیه رو درک نکرده یک کس رو به شهیدی رسانده هم نمی شود و اون طرف رو هم گناهگار گفته نمی شود. یعنی سبب رو کاملا اول می فهمیم که چی هست سبب. بعدن گپ در همین است معلومه جون که عمیق نیست که وای ها کی هستن لیکن قصد گرفته چی قصد باشد این در این وقت ما هیچ چی گفته نمیتوانیم. در این وقت وای شهید است گفته نمی شود مادامی که روشن نیست با ما که سبب چی بود. شاید که انسانی که غرق شد الله میدونه که شاید در حقیقت یعنی کاری کرد که جزایش را دید. شاید که بیچاره مظلوم بود که این رو الله میدونه. یعنی این مسئله هایی است که یک باره من و شما حکم کردن نمیتوانیم تا کاملا مسئله روشن نشود.